جوانی ساده دل توی کوچه قدیمی کیسه‌ای پر از سکه طلا پیدا کرد. نفسش بند اومد. با خودش گفت رزقمه، خود خدا رسونده. همون لحظه صدای پیرمردی اومد. کسی یه کیسه‌ای پول ندیده؟ همه دار و ندارم بود. گم شده. جوون خشکش زد. سکوت کرد. دلش باهاش نجوا می‌کرد. برگردون امتحانه. ولی نفسش میگفت نه، گیر آوردی، حقته. چند قدم برداشت. ایستاد. برگشت. کیسه رو گذاشت توی دست پیرمرد. پیرمرد اشک ریخت. پسرم، خودم گذاشتمش اونجا. دنبال آدم درست میگشتم. پیرمرد لبخند زد. از آستین یک سند در آورد. این مغازه از امروز مال توه، چون امانت داری. و زیر لب گفت مؤمن در آزمایش شناخته میشه.